سلام. در جلسه های قبلی توضیح دادیم که اولین گناهی که آدم رو به منفی 3 جهنم میبره و بخشودگی نداره دشمنی با خدا، پیغمبر زمان و امام زمان، خدای نکرده، و علتش هم لقمه حرام بود. حالا دومین گناهی که شما رو خدای نکرده به منفی 3 جهنم میبره زندیق بودن هست، یعنی کسی که اهل کتاب نباشد. سومیش به چالش کشیدن خدا و اهل بیت هست که حالا عنوانا رو میگم بعد توضیح میدم. چهارمیش صحبت با خدا و اهل بیت به غیر از لحن تشکر هست. پنجمیش تولید یا فروش الکل هست. حالا به چالش کشیدن خدا و اهل بیت. کتاب بود که ان الذين يحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین. حالا این به چالش کشیدن یعنی چی؟ یعنی شما قولی بدی به خدا که انجام ندی، یا نذری کنی که حالا بعدن که حالت خوب میشه میبینی اصلا در توانت نبوده، یا اصلا یادت میره، یا دیگه نمیتونی انجام بدی. یا مثلا این پیش نماز مسجد کوی دانشگاه محمود الف به ما گفتش که ختم 14,000 صلوات تو حاجت قوقاست. ما نوجوان رفته بودیم دانشگاه 17 سال نیم، نمیدونستیم بابا این چالشیه، یعنی حاجتتو بهت میدن ولی دیگه گناهاتو نمیبخشن و این خیلی بده. من اگه میدونستم اصلا این کار رو نمیکرد. یا چیزی شنیده ختم واقعه دوشنبه اول ماه، بله حاجتت میدن ولی دیگه گناهاتو نمیبخشن. اگر راهی میخواید که گناه حالا بخشیده بشید و چالش ایجاد نکنه، نماز استغفار چالش ایجاد نمیکنه. تو حالا چون من خبر دارم، حالا در حدی که من خبر دارم. گفتیم صحبت با خدا و اهل بیت به غیر از لحن تشکر. از اهل بیت یاد بگیریم که با خدا چجوری حرف بزنیم و از همون روش هم برای صحبت با اهل بیت استفاده کنیم. کسانی که این رو رعایت نکنن اینا میرن منفی 3 جهنم. مثل کی؟ مثل این یارو لولوی بود که کتابای درسی نوشته بود، عارف شاعر. حالا از کجا آورده بودن دیگه. اینا حتی بردن اسمشون هم حرومه. آدمای طبقه منفی 3 جهنم، مثلا اون زنه بود که امیرالمومنین میفرماد فلانتو، اینا اصلا بردن اسمشون حرومه مگر به لعن. موقعی که میخوای لعن کنیم میتونی قاسمشو بگیری اللهم لعن فلان یا آل فلان. و یک آدم دیگه هم که تو اون منفی 3 هست، اون پول داره بود که تو انتخابات دور دوم دور بر ترامپ میچرخید. اون اصلا استفاده از بردن اسمش که حرومه، استفاده از تولیدات صنعتی، نرم افزاری و مجازی، همه چیش حروم است. من تو اینترنت هم میبینم، سریع رد میکنم که یه وقت چیزی دامنگیرم نشه. خیلی خطرناکه. و هر کسی که دیده باشید یا شنیده باشید درباره خدا و اهل بیت حرف نامربوط زده باشه، این باز خیلی خطرناکه. با بردن اسمش هم حروم.